AI که ما الان باهاش سر و کله میزنیم و باهاش سر و کار داریم هوش نیست. این AI تکنیک های سطح بالای مهندسی هستن که روی دیتا زده شده. یعنی شما دیتایی با حجم عظیم رو به ماشین میدید، ترینش میکنید، به روش های خیلی خیلی پیچیده مهندسی ترین میکنید و AI که شما الان باهاش سر و کله میزنید، شما الان باهاش کار میکنید، چه از نظر شنیداری و گفتگو سپیچ بخواد داشته باشه، چه از نظر چت کردن، چت جی پی تی که خب جفتشو داره، عملاً پیش بینی کاراکتر بعدیه که قراره به شما تحویل بده. چه خبر محمد رضا؟ خبر که اتفاقا خبرهای جالبی توی این 2 هفته اخیر به خصوص در زمینه هوش مصنوعی اتفاق افتاده و خب هوش مصنوعی هم که الان داغ‌ترین خبر تو همه زمینه ها، چه در واقع تکنولوژی چه در واقع غیر تکنولوژی، هر روز میبینیم که یه سری اخبار جالب و یه سری نوآوری های جدیدی وارد بازار میشه که همه رو در واقع متحیر میکنه از این همه سرعتی که در واقع تکنولوژی پیدا کرده با کمک AI. یه رقابت دیوانه‌واری هم شده به خاطر اینکه خب خیلی از شرکت‌های بزرگ میخوان از این رقابت عقب نمونن، همه دارن با قدرت وارد میشن و خب این خیلی ماجرا رو جذاب‌تر کرده دیگه. آره، اینم واسه خودش هم ممکنه مشکلاتی داشته باشه، ولی خب مطمئناً به خاطر رقابتی شدن خیلی باعث میشه که توسعه این نوع تکنولوژی شاید سریعتر بشه و برای بشریت آخرش چیز خوبی در بیاد. ولی حالا در میون همه این اخبار، همه این جور چیزا، 2 3 هفته گذشته یه اتفاق جالبی افتاد و اون اتفاق جالب این بود که سم آلتمن، مدیرعامل اوپن ای آی، یه مقاله‌ای در واقع منتشر کرد که میشه گفت یه چیز خیلی خاصیه و من خیلی دوست دارم که در مورد اون مقاله حالا یه مقداری صحبت کنیم، به خصوص حواشی که بعد از اومدن این مقاله به وجود اومد. حالا نمیدونم مثلا تو در مورد شنیدی؟ اتفاقا منم دیدم و حالا یه گذری نگاه کردم در رابطه با عصر هوشمندی یا اینتلیجنس ایج که خیلی جالب بود واسم. اتفاقا بعد از اینکه این مقاله رو هم گفت، 1-2 روز بعدش هم یه سری از مدیران ارشد مثل سی تی اوش میرا موراتی و یه سری مدیران ارشد اوپن ای آی استعفا دادن و خب حالا تو گاسیپایی که توی جای مختلف من دیدم، گویا یکی از دلایلش این بوده که دارن فاصله میگیرن از همدیگه. یکی از فاصله ها دلیلش اینه که خب سم آلتمن خیلی داره سعی میکنه بیزینسی نگاه بکنه و خب بیزینسی نگاه کردن خب شاید بعضی جاها به نگاه بعضی ها به ضربه به کل این ساختار بزنه، ولی خب خیلی هاشون شاید مثلا نگاهشون این نبوده واسه همین جدا شدن. حالا اینو بیشتر روش تاکید میکردن توی گازیبایی که توی توییتر یا حالا ایکس پلتفرم بوده، ولی کلا مسئله جالبی بود، یعنی مقاله جالبی به نظر میرسه باشه. درست. حالا این مقاله میگم علاوه بر محتواش که خیلی جذابه و نکات خیلی عجیب غریبی توش داره، یه چند تا نکته ظریف جدای از متن داره که اون جذابترش میکنه. یکی از اونها اینه که ببین سم آلتمن یه وبلاگی داره به اسم blogs.samaltman.com که در واقع روی اون میاد چیزای اخبار مختلف در مورد شرکت، مثلا تکنولوژی‌های مختلف، نمیدونم، خیلی هم چیز ساده‌ای هست. اگه ببینید یه چیزایی شبیه پال گراهام هست، انگار مثلا پال گراهام به اون کسایی که تو وایسی کار میکنن به همشون میگه آقا شما باید عین من مقالهاتون و وبلاگاتون رو ارائه بدین. خیلی ساده و خیلی مثلا دور از پیچیدگی مثلا وبسایت. اما اتفاق جالبی که در مورد این مقاله افتاده و این مطلب افتاده اینه که به جایی که بیاد مثلا روی این بلاگ معمولیش قرارش بده، یه دومین مخصوص، یه ساب دومین مخصوص در واقع ia.samaltman.com گذاشته و این نشون میده که این اصطلاحاً یه منیفستیه، یه تیکه کاغذیه، یه تیکه نوشته‌ایه که قرار سالیان سال به عنوان مرجعی که یه چیز جدیدی، یه مقوله جدیدی رو در زندگی بشریت ارائه داده روی اینترنت بمونه. واسه همین نمیخواسته بین اون مطالب دیگه وبلاگش گم و گور بشه.
نکته جالبیه. فکر کن که مثلا 10 سال دیگه برمیگردی که اون موقع شاید همه چیز دیگه هوشمند شده، ربات‌های هوشمند، و برمیگردی به شروع این تاریخچه نگاه می‌کنی می‌بینی سم آلتمنی که اون موقع شاید مثلا اوپن ای آی رو اومده بنیانگذاری کرده در مورد آینده پیش بینی اینجوری کرده. اتفاقا خیلی کار هوشمندانه و جذابیه. دقیقاً. و میگم این ارزش این نوشته رو میبره بالاتر. و خب اگه بخوام مثلا شروع کنم، خب این در واقع وبلاگی هستش که ارائه کرده واسه اون دوستانی که میتونن اینترنت ببینن و ia.samaltman.com. و اسم این مقاله همونطور که اشاره کردی The Intelligence Age و این خیلی ادعای بزرگیه. ببین The Intelligence Age یعنی این که شما داری در واقع میگی که تاریخ بشریت داره وارد یه عرصه جدیدی میشه. ببین تو اگه نگاه کنی مثلا توی حالا تاریخ شناسی یا جامعه شناسی یا هر چیزی، این نوع علوم میان تاریخ‌های مختلف بشریت رو به دسته‌های مختلف دسته‌بندی میکنن. نمیدونم مثلا عصر آهن، عصر غارنشینی، عصر انقلاب صنعتی. و خب میشه گفت از عصر انقلاب صنعتی که حدود 100 خورده ای سال پیش بوده تا عصر بعدی که در واقع عصر تکنولوژی و فناوری اطلاعات، حدود مثلا 100 خورده ای سال تا سال 1900 خورده ای اونجور چیزا طول کشیده که از اون به بعد رو گفتن بهش عصر اطلاعات و عصر اینترنت. و حالا از سال 1900 خورده ای تا الان که حدود مثلا میشه گفت 20 خورده ای سال یا 30 سال میشه، در واقع بشر تونسته به لول بعدی وارد بشه با این ادعا که در واقع عصر هوشمندیه. و این خیلی نکته عجیب غریبه. ببین ناکن الان تو خیلی از مباحث مثلا آدما خیلی راحت دارن استفاده میکنن اصل مثلا ارتباطات، اصل ارتباطات. و اینکه شما بیای یه کلمه جدیدی و یه فریز جدیدی و وارد صحبت‌های روزانه آدما بکنی خیلی چیز بزرگیه و اینکه آدما اونو قبولش بکنن. و خب این شخصیه که میتونه این کار رو انجام بده. این نکته اولش بود. نکته دومش در مورد عکسیه که گذاشته. خب عکسش یه جورایی با محتوایی که قراره که ارائه بده توی این مقاله همخونی داره، به خاطر اینکه اولین چیزی که توی این مقاله میخواد ارائه بده یه آینده روشنه. امیدواری، حس روشن، امید به آینده. و البته در کنار همه اینها به نظرم اون پرسپکتیوی که به بی‌نهایت داره میره، عدم شفافیت کامل رو هم داره با خودش. درسته. و حالا من یه کاری که کردم واسه اینکه این واسم شده بود یه رابیت هولی، من بعد میرفتم ببینم که آقا چی به چیه، رفتم سرچ کردم این عکس‌ها تو اینترنت ببینم که آیا اصلا مثلا این عکس نقاش معروفه یا هر چیزی. دیدم که نه، مثلا یه همچین چیزی نیستش. مثلا نقاشای دیگه‌ای نبودن که عیناً یه همچین نقاشی داشته باشن. اما اتفاقی که افتاده و مثلا میدیدم که یه سری نقاشی ها، یه سری مثلا مطالب دیگه ای هستش که با همین شباهت ها هستش، مثلا با این شباهت هاست، ولی معنی که داره در واقع همونطور که گفتی معنی آینده روشنه، معنی خیلی زیباییه. مثلا این نقاشی اسمش اپتیمیستیک لندسکیپ. اپتیمیستیک یعنی مثلا خیلی منظره باعث مثبت اندیشی. و خب این نشون میده که اگه اون عکسی که آقای سمالتمن گذاشته از جن ای آی بوده، در واقع یه برداشتی از این نوع نقاشی‌ها داشته و احتمالاً یه کسی بهش پرامپت داده که یه آینده روشن واسه من تعریف کن، نمیدونم با رنگ روغن یا همچین چیزی رو تولید کرده. و میگم دیگه این هم در واقع خواسته که این داستان مطلب مقاله‌شو رو با یه همچین عکسی کامل کنه. حالا خود این مقاله در مورد چی صحبت میکنه؟ خود این مقاله 4 تا نکته اصلی داره. نکته اولش خب میاد یه فاوندیشنی، یه در واقع پیش زمینه‌ای رو ارائه میده در مورد AI. خب میگه که آقا AI خیلی چیز زیباییه، آینده خیلی خوبی برای بشریت با استفاده از AI فراهمه. و میاد یه سری خب بالاخره میگم پیش زمینه سازی میکنه واسه این که بگه آقا AI چیز خیلی خوبیه. و یه کاری که انجام میده و من خیلی 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 دوست داشتم این مطلبی که اینجوری ارائهش داد، این بود که یه پاراگرافی داره، یه پاراگراف کوتاهی داره تو این مقاله. حالا من انگلیسیشو میخونم و سعی میکنم در واقع فارسیشو یه جورایی ترجمه کنم. میگه که Here is one narrow way to look at human history.
after thousands of years of compounding scientific discovery and technological progress, we have figured out how to melt sand, add some impurities, arrange it with astonishing precision at extraordinary tiny scale into computer chips, run energy through it, and end up with systems capable of creating increasingly capable artificial intelligence. میاد توی این یه خیلی قشنگ پاراگراف در خیلی واقع قشنگ اومده تاریخ- همه چیز رو. آره خیلی قشنگ تاریخچه بشریت رو یه جوری ربطش میده به کامپیوتر و میگه که ما این همه سالهای مختلف اومدیم چیزهای مختلف رو کشف کردیم و تکنولوژی های مختلف رو با هم درآمیختیم، به اینجا رسیدیم که یاد بگیریم که شن و ماستر رو در واقع ذوبشون کنیم که ازش سیلیکون تهیه میکنن و با یه چیزهای دیگه قاطیش کنیم، از طریق اون بیایم چیپ های تکنولوژی ایجاد کنیم، چیپ های کامپیوتری ایجاد کنیم و در واقع اون کامپیوتر رو بسازیم و یه پاور، یه برقی بهشون بدیم و بعدش هم اون پیشرفتی که تو اون زمین کامپیوتر میشه به ما این قدرت رو میده که بتونیم یه موتورهای AI یا در واقع سافرهای AI بسیار قوی رو اونا بارگذاری کنیم. به نوعی خواسته این رو تعریف بکنه که تمام نقاط پیشرفت بشریت تا الان به اینجا منتهی شده که حالا AI داره ظهور میکنه. دقیقاً این خیلی تعریف عجیب و جذابیه. یه نراتیو قشنگی از تاریخچه بشریت و اونو ربطش داده به نوعی که آقا حالا ما به اینجا رسیدیم که AI وارد زندگی ما میشه و خب این خیلی تغییر زیادی در زندگی ما قراره ایجاد کنه. نکته دیگه ای که حالا آقای سمالتمن اشاره میکنه و این خیلی جذابترش میکنه، خیلی 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 ادعای یه جورایی هم ترسناکیه، اشاره میکنه که ما زیاد از AGI دور نیستیم، فقط چند هزار روز دیگه که در واقع معادل 2-3 سال دیگه است. AGI خودش یه مطلب خیلی عظیمیه ها. حالا فکر کنم خالی از لطف نباشه من الان یه اشاره‌ای هم بکنم. ببین کل سیستمی که از AI ما الان میشناسیم یا اون درکی که از AI که الان داره کار میکنه تو همه صنایع داریم که خیلی هم جلو رفته، خیلی کارهای عجیب غریبی میکنه، چت جی پی تی که دیگه آخرین تلاش بشر برای رسیدن به AI، ما به این یعنی اساساً اطلاق میشه به عنوان AI ضعیف، weak AI یا narrow AI ضعیف یا AI باریک. چرا؟ به خاطر اینکه این هوش AI کوچولو بچه AI. اما چرا؟ دلیلش اینه که AI که ما الان باهاش سر و کله میزنیم و باهاش سر و کار داریم هوش نیست. این AI تکنیک های سطح بالای مهندسی هستن که روی دیتا زده شده. یعنی شما دیتایی با حجم عظیم رو به ماشین میدید، ترینش میکنید، به روش های خیلی خیلی پیچیده مهندسی ترین میکنید و AI که شما الان باهاش سر و کله میزنید، شما الان باهاش کار میکنید، چه از نظر شنیداری و گفتگو سپیچ بخواد داشته باشه، چه از نظر چت کردن، چت جی پی تی که خب جفتشو داره، عملاً پیشبینی کاراکتر بعدیه که قراره به شما تحویل بده. یعنی شما بهش میگی سلام چطوری، چه خبر، اون انتخاب میکنه بر اساس بیشترین گفتگوهایی که شاید انجام شده توی تاریخچه دیتایی که داره، میگه اوکی من خوبم، چون بیشتر آدما بعدش اینو میگن و بعد میگه که امروز هوا اینجوریه اینجوری. این اگرچه ما بهش اطلاق میکنیم هوش، اما واقعا هوش نیست. این چیه؟ همونطور که گفتم مجموعی از تکنیک‌های سطح بالای مهندسی که منجر شده به ساخت یافته کردن حجم عظیمی از اطلاعات. حالا عملاً انویدیا چیکار داره میکنه که اینقدر سهامش یه دفعه ترکوند و بالا رفت و اینها؟ انویدیا میاد چیپ هایی رو تولید میکنه، کارت های گرافیکی رو تولید میکنه که این کارت های گرافیکی برخلاف سی پی یو دستورالعمل های پشت سر هم رو اجرا نمیکنن. اینها هنرشون توی اجرای موازی پروسیجر است و این باعث میشه که AI که اساساً نیاز به اجرای موازی پروسیجرهای بسیار بالا داره بتونه کارش رو سریعتر پیش ببره. اما درست به صورت همزمان در واقع اینا میتونن اون دستورات رو با هم پروسس کنن که دقیقاً که بتونن به بهترین پردیکشن برسن. دقیقاً همینطوره. اما AGI چیه؟ AGI اساساً هوش جنرال یا هوشیه که حالا سوپر اینتلیجنس هم بهش میگن، هوشیه که مثل انسان فکر میکنه. اما اصلا مثل انسان فکر کردن یعنی چی؟ ما همیشه کلمه فکر کردن رو استفاده میکنیم، خب تو ساده ترین حالت ممکن دارم فکر میکنم.
دارم روی مسئله فکر میکنم، میخوام سولوشن پیدا بکنم. اما فکر کردن چیه؟ من یه سوال ازت بپرسم محمد رضا، فکر کردن به نظرت چیه؟ اولین چیزی که به ذهنت میرسه از فکر کردن چیه؟ ببین در واقع هوش و فکر کردن منظورته. ببین به نظر من درست. این یه بلک باکسیه، یه جعبه سیاهیه که تو یه سری ورودی داری و توی اون جعبه سیاه یه سری اتفاقاتی میفته که یه سری منطقها بر اون ورودی ها اپلای میشه، یا در واقع بر اساس اون ورودی ها یه سری خروجی هایی تولید میشه. ولی اون اتفاقی که توی اون بلک باکس میفته برای من نوعی یه چیز خیلی ناشناخته ایه. اون هوشه است که در واقع باعث میشه که اون ورودی ها رو بگیره و یه چیز جدیدی خلق کنه به عنوان خروجی. کاملا درسته. حالا یه لول اگر بخوایم دایو کنیم بیشتر رو این هوش، فقط یه جمله بهت بگم، بشر تا حالا نتونسته بفهمه که هوش چیه. این خیلی بحث سنگینیه ها. یعنی اگر بخوایم دقیقاً اون جعبه سیاه معلوم نیست چیه. چرا؟ چون وقتی من و تو داریم فکر میکنیم به عنوان انسان که از یک مسئله به یک سولوشن برسیم، مجموعه‌ای از تکنیک‌های پیچیده عجیب غریب رو مغز داره استفاده میکنه. تجربیاتمون، اطلاعاتمون، ریواردهای مغزیمون، دقیقاً احساساتمون، ریواردهامون، ریسک هامون، اینکه چطور من میتونم تصمیم بگیرم که با حداقل مسیر بهش برسم. یعنی فاکتورهای به شدت سنگین و پیچیده‌ای داره اطلاق میشه، این وسط استفاده میشه توسط مغز که در نهایت برسه به یک سولوشنی که از همه نظر برای خودش تو اون حجمی از اطلاعات که داره بهترین باشه. اما آیا اون سولوشن بهترینه؟ نمیدونیم. تو اون شرایط اون نفر یا اون مجموعه از انسان‌ها تونستن اون تصمیم رو بگیرن و انسان این توانایی رو داره که هوشش رو تقسیم بکنه. یعنی شرکت‌ها واسه هم به وجود میان که هوش‌های انسانی رو تقسیم کنن و برای هدف بزرگتر استفاده بکنن. این چیزیه که بشر هنوز نتونسته روی ماشین مپش کنه و ما به این میگیم AGI. یعنی زمانی که ماشین بتونه به نقطه‌ای برسه که مثل انسان فکر بکنه و بدون نیاز به این همه حجم اطلاعات بتونه فرض کن از دانشی که توی کشاورزی به دست آورده توی مثلا صنعت خودروسازی استفاده بکنه و اطلاق کنه، تعمیمش بده این رو به این، اون وقت ما AGI داریم. میتونم اینجوری تعریف بکنم که چیزی که ما الان داریم فقط داره از اطلاعات انسانی استفاده میکنه برای اینکه برسه به یه نتیجه‌ای که انسان‌ها میخوان. اما در نظر بگیر AGI که داریم، حالا به قول تو سم آلتمن گفته چند هزار روز بعد شاید بهش برسیم، قراره که از اطلاعاتی که وجود ندارن استنتاج کنه و به اطلاعات و نتایجی برسه که تا حالا وجود نداشته و این چقدر میتونه هیجان انگیز باشه. خیلی خیلی قشنگ در واقع، به خصوص اون تیکه‌ای که هوش رو سعی کردی اطلاقش بدی که چجوری یه بلک باکسیه و این همه فاکتورهای مختلف هست. به نظر من واقعا خیلی تعریف جالبیه که هوش فقط یه چیز ساده نیستش که آقا تو فقط پردیکت کنی کلمه بعدی چیه. اونقدر فاکتورهای متنوع توش دخیله و خب هنوز فاصله هست، ولی به گفته آقای سم آلتمن فاصله اونقدر دور نیست. و یه چیز جالب دیگه ای هم که این تقریبا چند سال پیش اومد بیرون، ولی حالا نمیدونم چقدر واقعیت یا دروغ، یکی از کارمندای گوگل که روی در واقع دیپ مایند ارگانیزیشن اصلی گوگل که روی هوش مصنوعی کار میکنه دیگه، این جمینای و اینا هم مال دیپ ماینده، استعفا داده بود و چند جا مصاحبه کرده بود که آقا این ماشین هوش مصنوعی گوگل احساسات داره. یه سری مقاله اومده بود ازش بیرون. حالا دروغش نمیدونم، ولی یه همچین چیزی هم توی اخبار اومده بود چند وقت پیش. زیاد دور نشیم از مقاله، هنوز 2 تا نکته بزرگ توش هست. آره کنجکاوم بدونم چی بوده ادامش. نکته سومش در واقع ربط داره به همون چیزی که تو در مورد رفتن آدم‌ها از شرکت اوپن ای آی، و خب این یکی از چیزایی هم بود که ایلان ماسک به عنوان یکی از سرمایه‌گذارهای اولیه اوپن ای آی بعداً انتقاد زیادی روی روشی که اوپن ای آی در پیش گرفت در زمینه این که اولا اوپن ای آی دیگه نبود، اوپن ای آی به این منظور که ایلان ماسک خیلی نقد کرد که نه، نوع ترینینگ و نوع کاری که شما دارین با این ای آی انجین انجام میدین، با این موتور ای آی انجام میدین، با این مدل ای آی انجام میدین، اینه که اونو دارین خیلی لیبرالش میکنین، خیلی دارین در واقع سانسور میکنه این مطالب و خیلی جوری داره آموزش میبینه که نگاهش خیلی به سمت در واقع چپ باشه و یه جورایی افراطی باشه. این یکی از نقداش بود. و دومیش هم این بود که
قرار بود که این نان پروفیت باشه. اولش که ما با هم صحبت کردیم اوپن ای آی این قرار بود یه چیزی باشه که قرار نباشه پول بسازه، ولی خب شما که فکر شروع میکنم کردین در اوپن ای واقع هم پول از ساختن. کلمه اوپن سورس داره میاد اصلا. یه جورایی در واقع یه اشاره‌ای به همون مطلب داره اوپن سورس. مثلا ما کانسپت های دیگه هم داریم، مثلا اوپن ای پی آی در واقع یه جورایی یه استانداردیه که همه توش دخالت میکنن، شرکت میکنن. یک ارگانیزیشن در واقع اونرش نیست، صاحبش نیست. قرار بوده که اوپن ای هم به این صورت بشه که اینو وارد زندگی بشریت بکنن، ولی خب همه دنیا بتونن با هم یه توافق جمعی داشته باشن چه جوری بره جلو. ولی خب این اتفاق برای اوپن ای آی نیفتاد و خب بسته نگهش داشتن. یه شرکت الان فور پروفیت شده. و نکته سومی هم که آقای سماکبند میگه در واقع در همین راستاست. میگه که AGI و کلا AI چیز گرونیه. خب این یه واقعیت، میلیون ها دلار شما لازم داره فقط جی پی آی انویدیا رو بخری واسه اینکه بتونی این مدل رو روش ران کنی. و میگه اگر که در واقع سرمایه لازم براش نباشه، نهایتاً به جای میرسیم که AI های پیشرفته و شاید مثلا از که AGI فقط واسه آدمای پولدار و آدمایی باشه که بتونن در واقع پرداخت کنن اون هزینه لازمش و برای همه این مردم قابل دسترسی نباشه. مثلا همین بود که فکر کنم اگه اشتباه نکنم یه بحثی هم حتی رفته بود کاخ سفید با بایدن یا با مشاورای بایدن انجام داده بود که آقا چجوری میتونن یه پولی از دولت بگیرن که بتونن اینو ببرن جلو، اگه اشتباه و نکنم. قدم‌های خیلی بزرگی هم داره برمی‌داره. داخل پرانتز اینم بگم، من یه مقاله می‌خوندم یه اشاره‌ای کرده بود، یادم نیست مقاله می‌خوندم یا توی بلومبرگ میگفت برقی که نیاز داره واسه این هدف فکر می‌کنم حدود 2/5 اگر اشتباه نکنم 2/5 مصرف برق آمریکاست. این خیلی عدد عجیب و بزرگیه که یه همچین برقی هم پیش بینی کرده که واسه ای آی آینده ما نیاز داریم و خیلی عجیبه. واقعیت دو ارزه نیست. در رابطه با همین که میگی، من یه مطلب دیگه ای که در واقع یه جایی خوندم گفتش که AI چیزی نیستش که آلودگی رو کم بکنه، تولید آلودگی رو کم کنه. برای همین بهتره ما به این فکر کنیم که چجوری میتونیم با AI اون آلودگی تولید شده رو یه جورایی از بین ببریم. این خیلی کلمه جالبیه. یعنی شما جلوی تولید آلودگی در زمینه AI وقتی که پیشرفت کنه، چون نیروی زیادی لازم داره، آلودگی بیشتر خواهد شد ناخودآگاه، خواسته ناخواسته. ولی باید با کمک AI ما بتونیم که در واقع اون آلودگی تولید شده رو کنترلش کنیم و نذاریم که به محیط زیست آسیب بزنه. و میرسیم نکته آخر. نکته آخر میاد یه در واقع به صورت خیلی محسوس و به صورت فقط خیلی کوتاه میگه که بی خطر هم نیست. همه این در واقع زمینه ها و همه این پیشرفت ها بی خطر هم نیست. و اولین چیزی که مطمئناً خیلی از آدم ممکنه که احساسش کنن از دست دادن کاراشونه. خب اگه بخوای مقایسه کنی، یه زمانی کامپیوتر که اومد یا حتی ماشین تحریر که اومد، خیلیا که کارشون نوشتن مقالات بود، نوشتن روزنامه ها بود یا اینجور چیزا بود، مثلا تبدیل شد به ماشین چاپ و ماشین تحریر و از ماشین تحریر تبدیل شد به کامپیوتر. ولی خب هر کدوم از این انتقال ها یه زمانی داشت که خب به آدما این فرصت رو میداد که یک به اون تکنولوژی جدید، به اون پیشرفت جدید در واقع اداپت کنن و بتونن خودشون رو به روز کنن تو اون زمان. و دومم این که خب یه سریا ناخواه تو اون مدتی که این انتقال طولانی انجام میشه، مثلا 10 یا 15 سال، از جاب مارکت دیگه استعفا میدادن، میرفتن بیرون دیگه، در واقع یه جورایی بازنشسته میشدن. برای همین نیازی نبود که اون یاد بگیرن. ولی این زمینه AI چیزی هستش که خب انقدر سریع داره اتفاق میفته. سماکبند هفته پیش گفتش که ما احتمالاً سال دیگه ایجنت های AI رو ریلیز میکنیم. ایجنت AI یعنی اینکه آقا یه محمد کوچولو داریم به عنوان دستیار همه کار واسه هم میکنه. حالا ببین من اتفاقا
تو همین زمینه یه مصاحبه هم با سم آلتمن انجام شده بود میشنیدم، خیلی روی این قضیه تکیه داشتش که بله ممکنه ما یه سری ساید افکت ها داشته باشیم و یه سری از کارها حتی از بین برن. من خیلی هم دیدم که اتفاقا توی حیطه خود کار ما برنامه‌نویسی خیلی از همکارا و بچه‌هایی که حالا تو این حوزه هستن میگن او اگر ما به زودی کارمون از دست بره چی، اگر فلان بشه چی. به شخصه حالا این قضیه خیلی دیگه شخصی میشه، ولی من فقط نظر شخصی خودمو میخوام بگم. ببین به نظر من اگر بخوایم مقایسهش بکنیم همونطور که گفتی با تکنولوژی هایی که هی اومدن و هی آدم ها نگران بودن که کارو از دست میدن و هی اتفاقی که افتاد به جای اینکه آدما کارشون از دست بدن کارها سطح بالاتر شد. مثلا فرض کن که اگر این تکنولوژی نبود شاید من الان باید با گاواهن رو زمین کار میکردم. خیلی هم کار اوکیه، نمیگم چیز، ولی خب کار سخت‌تریه. ولی الان من نشستم دارم با کیبورد کار میکنم و شاید حداقل انرژی رو از من از نظر فیزیکی میگیره. یا مثلا کسی که پستچی بوده زمانی که اینترنت اومد خیلی میترسید که خب کارش از بین بره، ولی خب اون آدم‌ها نسل‌هاشون تغییر کرد و رفتن پشت سیستم نشستن و حالا کارهای اداری دارن انجام میدن. من در مورد AI هم خوشبینم و فکر میکنم که اتفاقی که میفته اینه که ما برنامه‌نویسا، حالا من در مورد برنامه‌نویسا از نظر شخصی خودم دارم میگم، به جای اینکه بیایم درگیر لو لول بشیم و اوکی این وریبل باید این باشه، استک اورفلو اتفاق میفته اگر اینجوری نشه و بحثای این چنینی، اوکی تراکش بذار، خطا رو مدیریت بکن، چیکار کنیم کانترنر ایجاد کنیم، همه این بحثا میشن بحثای لو لولی که با ای آی هندل میشن و اتفاقی در نهایت میفته اینه که ما یک لول بالاتر با ماشین صحبت میکنیم و به ای آی میگیم که اوکی من الان سیستمی رو میخوام که قراره این کارو با این کار انجام بده و این دوتا فرض کن بلاک سیستم رو ایجاد بکنه و با هم اینجوری حرف بزنن و خب بهت سیستم رو تحویل میده. و به جای اینکه تو بیای و یک ماه وقت بذاری که دوتا API بسازی، تو یک ماه وقت میذاری کل محصول رو میسازی. اتفاقی که میفته چیه و نتیجه چیه؟ نتیجه به نظرم اینه که رشد پیشرفت بشر به شکل عجیبی دگرگون میشه و ما شاید رشدی که توی 100 سال داشتیم رو قراره که مثلا توی 2 سال بریم، توی 3 سال بریم و این اتفاقی که برای همه ما به نظرم خیلی مفیده. من خیلی ترس ندارم، بیشتر هیجان دارم واسه آینده و منتظرم ببینم که چه اتفاقی میفته. درسته. حالا بخوام در مورد مثلا کار به خصوص در زمینه AI یه شبیه سازی بکنم. میدونی من داشتم به این فکر می‌کردم، به نظرم یه شبیه سازی درستیه این قضیه. به این یه زمانی توی آمریکا خب تب طلا بود دیگه، به خصوص توی کالیفرنیا طلا پیدا شده بود و خیلی از آدم‌ها از جاهای مختلف می اومدن به کالیفرنیا فقط واسه این که برن طلا پیدا کنن، حالا توی معدن یا توی رودخونه. خیلی اتفاق عجیب غریبی بود توی دوره. و اون زمان یه مسئله بود که یعنی الان هم هست، میگفتن که اون کسی که بیشترین پول رو در آورد در واقع اون بیل فروشه بود. حالا در زمینه AI اگه به این قضیه نگاه کنیم، من 4 گروه مختلف رو میتونم ببینم که آدما وارد بیزینس میشن و سعی میکنن که کارشون رو به AI تو زمینه تکنولوژی ربط بدن، برای اینکه خب آینده به خصوص تو تکنولوژی واسه اون کسایی ساخته شده که در زمینه AI بیشتر سرمایه گذاری کردن و بیشتر کار کردن. این نمیگم که بقیه تکنولوژی از بین میره، ولی خب مطمئناً چیزهایی که آینده روشن‌تر و در واقع سرمایه های بهتری میتونن جذب کنن تو اون 4 زمینه. خب یکیش در واقع اون طلاساز چیکار میکنه؟ اون طلایی که استخراج شده که اگه اینجا بخوایم بگیم که اون هوشه، اون مدل‌های AI، اون طلاسازه اون طلا رو میگیره و یه جوری تبدیلش میکنه که من و توی مشتری معمولی به عنوان اند کانسیومر بتونیم راحت مصرفش کنیم. اون کیا میتونن باشن؟ در واقع اپلیکیشن سازها میتونن باشن که این موتورهای و این مدل‌های AI که تولید شده با شرکت‌های مختلف و ازشون استفاده میکنن و باهاشون در واقع اپلیکیشن‌های متنوع میسازن. یه ریسک خیلی بزرگی اینجا هست. اگر اون اپلیکیشنی که در واقع میسازن خیلی چیز جنریکی باشه، خیلی چیزی باشه که در واقع تارگت و جامعه هدفش واسه اون محصول زیاد باشه، احتمال این هستش که اون شرکتایی که خودشون مدل میسازن مثلا جی پی تی یا اوپن ای آی یا مثلا فیسبوک و متا برای لاما، اونا بیان یهو
اصلا خودشون در واقع اپلیکیشنی تولید کنن که همون یوز کیس ها، همون در واقع ولیو ها رو به کاستومرها بده و خب اون کمپانی کلا که ساخته شده بوده واسه اون یوز کیس ها و استفاده میکرده از اون مدل ها کاملا از بین میره. بخاطر اینکه وقتی خود مدل بیاد اونو ارائه بده، مثل این بوده که اون معدن داره بیاد طلا فروشی هم بزنه. خب وقتی که اون به سورس طلاها دسترسی داره، طلا فروشای دیگه واقعا دیگه میشن خورده فروش و خیلی خورده پا. درسته. و نمونهش هم کم نبوده. خب اوپن ای آی اومد همین هفته پیش در واقع کنواس داد بیرون و کنواس خب خیلی چیزی بود که شرکت‌های مشابهش هم اگه اشتباه نکنم وجود داشتن و از مدل‌های همین بازار که از شرکت‌های دیگه مثل جی پی تی یا لامای فیسبوک استفاده می‌کردن و خب اون بیزینس‌ها از بین میره. دسته دوم در واقع اون بیل فروشه است که همین شرکت‌هایی هستن که این مدل‌های ای آی رو ارائه میدن، مثل اوپن ای آی، مثل فیسبوک که حالا بر اساس یه اتفاقی کد لاما رو گذاشتن در واقع به صورت اوپن سورس و این به صورت خیلی اتفاقی بود و اونجوری در واقع لیک کرد، ولی خب بازم به نفع فیسبوک شد. یا شرکت که کلاود ای آی رو میده بیرون، آنتروپیک اگه اشتباه نکنم، اینا شرکتایی هستن که اون ابزار رو تولید میکنن، بیل رو تولید میکنن. سومین گروه اون کسایی هستن که در واقع اون زمینی که اون معدن رو توش میخوای ایجاد بکنی و بهت میفروشن، که یه جایی مثل انویدیا است که به تو جی پی یو میفروشه، به تو کامپیوتر میفروشه، اون اینفراستراکچر رو برات تهیه میکنه، برات میسازه و اونا خب پول کلونی به دست میارن به خاطر اینکه شما فرض کن خب زمینیه که توش طلا هست شما میتونی استخراج کنی. و چهارمین گروه در واقع اون کسایی هستن که میتونن دیتا بفروشن، به خاطر اینکه خب همه این مدل‌ها اون ماده اصلیشون اون دیتا است، اون شبیه اون خاک اون معدنه میمونه که شما در واقع یه حجم زیادی سنگ و کلوخ و خاک هست، اونو الک میکنی، هستش اون طلا که در واقع اون هوش هست و این ای مدل ها ایجاد میکنن استخراج میکنی. دیتا دقیقا همون کارو میکنه، شما یه دیتای فراوانی استفاده میکنی برای آموزش دادن اون ای مدل ها که بتونی ازشون هوش استخراج کنی. این 4 تا گروهی بود که من فکر کنم که میتونن آینده حالا حداقل در زمینه تکنولوژی و خیلی شکل بدن، شرکت هایی که توی این زمینه ها کار میکنن. آره این خیلی نکته جالب و تقسیم بندی جالبیه. حالا ببین تو همین تقسیم بندی من چند تا اپلیکیشن به ذهنم اومد که شاید مثال های خوبی باشه واسه این منظور که اوکی شرکت ها دارن کجا میرن و چطور دارن ای آی رو ادغام میکنن با محصولاتی که میتونه خب کمک خیلی خوبی باشه واسه بیزینس ها، واسه افراد، واسه آدم ها. من اگر حالا تصویر رو بتونم شیر بکنم، چند تا محصول جالب هستش که من به نظرم خالی از لطف نیستش که نمونهش رو الان بگم. یکی از این محصولات تو همین هلند هم اتفاق داره میفته و منم تو یکی از این در اصل معرفی ها دیدم. شرکت نوپله. این محصول خیلی جالبه و دلیل جالبی داره واسه اومدنش به وجود اومدنش. دلیلش اینه که اوکی این میگه که شما همونطور که یه هلپ دسک میخواید توی شرکت، همونطور که یه سری پرسنل میخواید که با ارباب رجوع در ارتباط باشه، ما هم به شما پرسنل میفروشیم، با این تفاوت که دیگه حقوق ماهیانه نمیخواید بهش بدید. شما مثلا یه رقمی به ما میدید، ما پرسنل بهتون میفروشیم، عین پرسنل واقعی. این آدم‌ها که هر کدومشون اسم دارن، یعنی فرض کنین وسطی جان، اون یکی مثلا نیک، هر کدوم از اینا یه اسمی دارن و این پرسنل رو شما میخرید از این شرکت نوپل. البته یه سوال محمد، توی هلند خانوما رو جان صدا میکنن، اون وسطی خانم اگر دقت کنید. من چپ و راستیه رو گفتم. خودش هم خندید. این محصول جالبش اینه که دقیقاً ترین میشه، عین یه نیروی معمولی آنبورد میشه، آموزش داده میشه و بعدش آماده میشه که به اند یوزر شما اطلاعات بده. اند یوزر شما تماس میگیره یا با چت با این آدم‌ها، با این کاراکترها ارتباط برقرار میکنه و عین یه انسان واقعی بهش جواب میدن. و خب خیلی این ایده جالبی دیگه که به نوعی در از فرانت دسک میشه، کسایی که قرار اطلاعات بدن از محصول و از فکر و نحوه کار کرده یک بخشی از محصول، یا اصلا میخوان ارتباط برقرار بکنن بخش داخلی، اینا میتونن کمک بکنن. و خب این
این مطلبی که داره میگه اتفاقا اوپن ای آی که ایجنت ها رو ریلیز کنه که خیلی ریسک بزرگی واسه این بیزینس، چون اون ایجنت ها میتونن آموزش ببینن که همین کارو بکنه و هر کسی میتونه خودش این کارو بکنه دیگه. آره ببین خیلی نکته جالبی اشاره کردی، دقیقا همینطوره، چون بازار نو جدیدیه. ممکنه که همین بیزینس های کوچولویی که شاید تازه دارن پا میگیرن، حالا این یه نمونهشه، نمونه‌های دیگه هم داریم که آموزش زبانه با یه استاد ویرچوال برگزار میکنه. این بیزینس ها ممکنه که با اومدن ایجنت ها یا حالا قدم های بعدی بازیکننده های بزرگ بازار مثل اوپن ای آی شروع بکنن از بین رفتن. اما من میتونم اینو مقایسه کنم با بقیه بیزینس ها، چون تو همه بیزینس ها شاید این ریسک وجود داشته باشه. مثل همون سری قبل که یاد باشه در مورد توییتر مثال زدم که توییتر قبلش شرکت میکرو بلاگینگ نبوده، اصلا پادکست بوده. اپل که میاد پادکست رو معرفی میکنه سرویسش رو، توییتر سریع پیوت میکنه، چون میدونسته که اپل وارد بشه دیگه باید تغییر بده. ولی خب برای ما ابزار پیوت رو همیشه داریم و به هر صورت میشه از اون استفاده کرد. اما این حرف کاملا درسته، اینا ممکنه که بعدا با ایجنت های اوپن ای آی شاید یه تغییر اساسی مجبورشن توی بیزینسشون داشته باشن. یه بیزینس جالب دیگه هم که شاید بخوام معرفی بکنم بیزینس دیسکریپت. این بیزینس خیلی جالبه. حالا ما واقعا از این استفاده نکردیم، اما شاید این آینده بتونه به خیلی از ماها که داریم پادکست هم ضبط میکنیم کمک بکنه. همونطور که میبینی کار این بیزینس اینه که شما پادکست رو بهش میدی، پادکست رو تقسیم بندی میکنه بر اساس اسکریپت داخل پادکست و تو میتونی اونجا حذف کنی، کم کنی، زیاد کنی و بر اساس اون تکستی که داری کم و زیاد میکنی اتوماتیک و هوشمندانه پادکست رو وسط تغییر میده. یه دکمه داره، تیکشو که بزنی چشمای من به جای اینکه روی فرض کن که جای مثلا مانیتور دوم باشه اساسا تنظیم میشه رو دوربین و این یکی از هوشمندی‌های اینه که همه داره از AI استفاده میشه. یا میتونه صدای منو تغییر بده یا میتونه صدای منو دوستانه تر بکنه. خیلی کارهای عجیب غریبی میکنه که خب اینم با AI یه کمک خیلی خوبیه شاید واسه آینده پادکستینگ. بیزنسایی که داری معرفی می‌کنی من دونه دونه واسش مثال میارم که نابود میشه. هفته پیش مارک زاکربرگ اومد قابلیت‌های جدید لاما رو، در واقع مدل ای آی خودش رو معرفی کرد که توی اپلیکیشن‌های مختلفشه. یکی از اولین چیزاش که ارائه کرد این بود که توی اینستاگرام شما میتونین پادکست ارائه بدین و در جا آنلاین براتون ترجمه میکنه به زبون حالا انگلیسی و اسپانیشش رو الان اسپانیش رو الان راه انداخته و عرضه میکنه برای اول. ولی اینه که حتی حالت دهن تو با اون زبونی که داره صحبت میکنه در واقع مطابقت میده، یعنی حالت صحبت کردن لباتو با اون مطابقت میده توی کنفرانسشون میده. خیلی جالب، دنیای عجیبی داره میشه، واقعا دنیای عجیبی میشه. و یه نکته دیگه در مورد پادکست این که میگین ممکنه که برای پادکست خوب باشه، من یه چیزی خودم کار نکردم ولی ویدیوها ازش توی توییتر و اینجور چیزا دیدم، واقعا اصطلاحاً مایند بلوینگ بود. این نوتبوک LLM اگه اشتباه نکنم مال گوگل. نوتبوک LLM تا اونجایی که من متوجه شدم اینجوریه که بهش یه اینپوتی میدی، مثلا یه پرامپتی میدی، یه اطلاعاتی در مورد خودت میدی و اون شروع میکنه در موردش صحبت کردن، مثل یه پادکست. در واقع موضوع بهش میدی، اون برات یه پادکست میسازه، ارائه میده. واو چه هیجان انگیز. یه جمله بهش میدی، در مورد اون جمله شروع میکنه پادکست ساختن. دقیقاً خیلی میگم خیلی کار نکردم، با پایین بالای زیاد آشنا نیستم، ولی اون چیزایی که ازش میدونم یه همچین حالتی داشت. واسه من آینده پر از هیجانه، واقعا باید بشینیم ببینیم که چه اتفاقی میفته و من که خیلی لذت میبرم. امیدوارم زیاد نشینیم و ببینیم فقط. تو ادامه صحبتی که داشتم، اگه بخوام یه محصول شاید ریل تر و واقعی تر رو اگر بخوام مثال بزنم که این هفته هم اتفاقا معرفی شد، خیلی هم خبر داغیه، ربات‌های تسلاست. ربات‌های تسلا هم ایلان ماسک این هفته معرفیش کرد که این امکانو دارن که همه کار برای شما بکنن، ظرف بشورن، براتون غذا بیارن، براتون بچه نگهداری بکنن، یا به مهمونیاتون برسن، یا برقصن، یا خیلی کارا رو انجام بدن که این هم قیافش رو دارید میبینید توی تصویر. خیلی آدم‌ها رو شگفت زده کرده که چقدر این ربات‌ها دارن به واقع به فیلم‌های علمی تخیلی نزدیک میشن. یعنی همه اون چیزایی که ما شاید 10 سال پیش می‌دیدیم تو فیلم‌ها داره تقریبا به واقعیت میپیونده و
خیلی هم ادعا میکنه ایلان ماسک که این ربات ها سیفتی بالایی دارن به شکلی که شما حتی بچه‌تون رو هم میتونید بهش بسپارید. قیمتی که پیش بینی کرده واسه این ربات ها، چون هنوز امکان فروششون وجود نداره، قیمت 20 تا 30 هزار دلار هستش. حالا باید باز منتظر موند ببینیم که زمانی که عرضه میشن با چه قیمتی دقیقاً عرضه میشن، چون هرچی بازار بیشتر رقابتی میشه قیمت ها میتونن پایینتر بیان دیگه. اینم خیلی واسه من جالب بود. نکته در مورد این بگم، اولا این همونطور که گفت 20 هزار دلار فکر کنم قیمت این ربات باشه، ولی خب خیلی گرونه. حالا این معمولا این قیمتایی هم که توی این کنفرانس های معرفی اعلام میکنن بعضی وقتا اون آخرش چیز خیلی گرونتری ازش در میاد توی این محصول، مثلا در مورد ماشین و اینا. نکته دومش این که برگشتی گفتی که شبیه این فیلم ها و اینا میمونه. میدونی این ایونت و این همایش کجا برگزار کرد؟ نه. توی استودیوی وارنر برادرز بود. وارنر برادرز خب جاییه که خیلی یکی از بزرگترین تولید کننده های واو. سینمایی تو آمریکاست. واسه همین کار اصلا توی هوشمندانه‌ای. اون مثل اون جایی که اصلا اینو اجرا کرده شبیه اون شهرک سینمایی توی ایرانه که دکورای مختلف واسه فیلم‌های مختلفه. و توی اینو من همایشش داشتم می‌دیدم، مثلا اون اولش هم از توی خیابون مثلا همون اون حالت شهرک سینمایی وارنر برادرز میاد. و خب این می‌خواست نشون بده که آقا این چیز دیگه، ما داریم اون فیلم ها رو به واقعیت تبدیلشون میکنیم. و یه نکته خیلی خیلی قشنگی گفت، میگم واقعا اینا همش درسه. برگشت گفتش که ما این چیزی که الان داری نشون میدی اینا تاکسیاشه دیگه، روبو آره تاکسیه. اینم تاکسیشه که و همین هفته گفتش دقیقاً تا سال معرفی کرد. 2026 میخوایم اینا رو تو کالیفرنیا و تگزاس در واقع لانچشون کنیم که اونجاها به صورت روبو تاکسی حرکت کنن و اینجور چیزا. یه نکته خیلی قشنگی گفتش که ما یکی از ایده هامون اینه که قیافه جاده ها رو تغییر بدیم، برای اینکه جاده هامون و اون چیزایی که تو جاده ها میبینیم باید به شکل آینده باشه، واسه اینکه ما داریم آینده رو ترسیم میکنیم. برای همینه که سایبر تراک یا این روبو تاکسیا یا یه چیز دیگه هم معرفی کرد، روبو ون، در واقع ونای در واقع رباتیک هستن. همه اینا یه شکلای عجیب غریبی دارن که در واقع یه جورایی اقتباسی از اون فیلمایی که توی سینما همیشه بوده در مورد آینده بشریت. و این داشت میگفتش که ما داریم اون تصاویر رو جلوه واقعیت بهشون میدیم با ساختن این ماشینا و اینجور چیزا به این شکلهای عجیب و غریب. خیلی جالبه. و اصلا این آدم به نوعی تو آینده داره زندگی میکنه و اون فقط رویا پردازی نیست، داره عملا بشریت رو یه قدم به جلو حرکت میکنه و خیلی واسه من جالبه. و حالا اومد سمت شما یه فیلم بگیر، احتمالاً اینجا دیرتر میاد سمت شما، اومد یه فیلم بگیر حتما واسمون. من ویمو رو امتحان کردم، خیلی ویمو خب مال گوگل دیگه، تاکسی های بدون بله راننده. سلف درایو، یعنی هیچ راننده نیست. و سان فرانسیسکو هم تو مایه های مثلا جنوب شهر تهران رانندگی کردن توش، اصلا راحت نی، ولی خیلی قشنگ مانور میداد و از همه موانع ترسناک رد نبود؟ میشد. سوار ماشینی میشی که جلوش هیچکی نیست. ببین اونقدر هیجان داره، تو میگی اگه ترلی هم بیاد رود مهم نیست هیجانش. حداقل با هیجان آدم میمیره. عالی عالی. آره منم دوست دارم واقعا تجربهش کنم. خب اینجا نداریم، من اتونوموس ندیدم، خودروهایی که خودران باشن، ولی خب خیلی دوست دارم تجربهش بکنم. حالا شاید یه سفر اومدیم اون طرف دیدیم. و یه ایده جالب دیگه ای هم که شاید گفتنش خالی از لطف نباشه، رپلیکاست. رپلیکا اپلیکیشنیه که گفته که من برات یه در اصل توین میسازم، یه شخصیت دیجیتالی میسازم که تو میتونی باهاش حرف بزنی. فیلم هر رو دیدی دیگه، یعنی دقیقاً میتونی شبیه فیلم هر یه کسی رو بسازی که تو اون فضا بتونی باهاش حرف بزنی و باهاش اختلاط کنی، لذت ببری از حرف زدن باهاش. و خب نکته جالبیه. منم یعنی این یه جوری بویی از آینده میده که خب یه مقدار ترسناک هم هست و بالاخره معنی تنهایی رو هم با خودش داره، اما خب به هر صورت ایده جالبیه. اینم واسه من خیلی جالب بود ایدهش. حالا در این رابطه اتفاقا اینو بیزینس هایی که ایجنت های ای آی اینجوری شخصی درست میکنن مطمئنن شاید در آینده بهتر باشه. یه مطلب جالبی که من هفته پیش در موردش میخوندم این بود که چقدر در واقع تنهایی برای آدم ها به خصوص توی جوامع حالا غربی داره زیاد میشه، اصلا فرهنگ تنهایی. و یه مطلب جالبی بود، یه آقای توی ژاپن، خب ژاپن خیلی آمار بالایی در زمینه هم
دپرشن داره، هم در زمینه این که آدما یه عمر تنها زندگی میکنن. و یه چیز جالبی هم هستش، انقدر این چیزا توی فرهنگ ژاپن بالاست، برای خیلی از این در واقع اخلاقیات یه اصطلاح خاصی دارن، یه توی زبان ژاپنی اصطلاح خاصی واسه اون شخصیت دارن. در واقع انقدر این چیزای مختلف در زمینه تنهایی توی جامعهشون هست، واسه هر کدومشون یه اصطلاحی دارن. و یه آقای توی ژاپن یه اتفاق خیلی جالبی میفته. یه روزی رئیسش میاد صداش میکنه، میگه ببین ما اصلا نمیدونم به تو یه مدتی حقوق نمیدیم یا هر چیزی، به خاطر اینکه you do nothing، به خاطر اینکه هیچ کاری انجام نمیدی. این آدم این ایده رو برمیداره، میگه چه جالبه، خودمو میذارم که آدما یا اجاره کنن ساعتی بهم پول بدن واسه اینکه I do nothing. من ازم سوال بپرسین همینجوری سرسری جواب میدم، نمیدونم. بعد وقت سالی $80,000 اعلام کرده بود که توی سال من $80,000 درآمد داشتم. یعنی اینکه تو گفتی آقا من بیزینس کیس جالبیه، یه نفر میخوام با هم بیاد. بکن مثلا طرف $80,000 درآمد داشته، آیدون اصلا اسم وبسایت رو اگه اشتباه نکنم The Man Who Does Nothing. اینم بیزینس پلنش رو جالب، دوست داشتم. ببین کلا حالا در مورد اینم البته خیلی از موضوع دور نشیم، اما وزارت تنهایی رو 2 کشور هستن که الان ایجاد کردن، یکی ژاپنه که گفتی، یکی هم انگلیسه. و این یه ذره جزو اون نقاط خطرناک AI، چون آدم ها ممکن است هم یه ذره با AI دورتر بشن. همین الانش هم شبکه‌های اجتماعی آدم ها رو به صورت فیزیکی از هم دور کرده و واقعیت آدم ها نیستش که با هم در ارتباطن، و این هم خطری میتونه از AI باشه که باید واسش آماده باشیم. اما به هر صورت هر چیزی یه چاقو دو لبه است، هم خوبی داره هم بدی داره. من AI رو فکر می‌کنم خوبیاش خیلی زیادتر باشه. دقیقاً. چه مطالب جالبی بود، اتفاقا خیلی بیزینس‌های جالبی بود. حالا در همون 4 زمینه‌ای که من اشاره کردم برای کسایی که بخوان حالا کار استارتاپ انجام بدن، خب یکی همین ساختن این اپلیکیشن ها شاید کار راحت تری باشه و کار کم هزینه تری باشه، و یکی هم شاید پیدا کردن راههایی که شما بتونی یه دیتا، یه حجم زیادی اطلاعات جمع کنی که بتونی اون اطلاعات رو بفروشی. حالا شما میتونی میگم بیزنس هایی داشته باشی که اون اطلاعات جمع آوری بشه و بتونی به صورت حالا لایسنس انترپرایز اون چیزها رو بفروشی. ولی اون 2 تای دیگه، یکی حالا اون ساخت اینفراستراکچر و یکی هم ساختن AI مدل ها، اونا خیلی چیزای هزینه بریه، میدونی، نه اینکه علمش سخت باشه، اینجور چیزا بالاخره آدمای باهوش کم نیستن، ولی هزینه‌ای که میخواد واقعا خیلی بالاست. و این خیلی وقتا از اینا رو مجبورن دولت‌ها اصلا تامین بکنن، خیلی وقتا شاید مجبورن دولت‌ها هم درگیر بشن تو این قضیه. دقیقاً. و این 2 تا زمینه به نظر من چیزی هستش که خب خیلی‌ها میتونن توش فکر کنن، ببینن که با AI چه اپلیکیشن هایی میشه ساخت و یا چجوری میشه برای AI ترینینگ ها دیتا جمع آوری کرد و اون دیتا رو در واقع فروخت. عالی، خیلی بحثای جالبی بود، من که لذت بردم. آره خیلی بحث تخصصی در زمینه هوش مصنوعی بود، ولی فکر کنم الان دیگه کی در زمینه هوش مصنوعی صحبت نمیکنه، اکثر آدما صحبت میکنن و اتفاقات جالبی در آینده خواهد افتاد و هیجان انگیز. منتظریم. خوش گذشت. تا بعد.